سلام دوستان، اول از همه عذرخواهی میکنم بابت اینکه حال روحیمو زودتر باتون در میون نذاشتم، چون که تو شرایط جسمی مناسبی نبودم و دسترسی به موبایل نداشتم. نمیدونم راستش از کجا شروع کنم، ولی خب بعد از پیگیری قانونی این مسائل من وظیفه خودم دونستم که بیام این موضوع رو به شما توضیح بدم. از صمیم قلبم میخوام که هیچ وقت با آبروی کسی برای موضوعی که اصلا ربطی بهش نداره بازی نشه. بنده هیچ اکانت فعالی داخل توییتر ندارم و ازتون خواهش میکنم که صحبت در این مورد رو تمامش کنید و بیشتر از این به این موضوع دامن نزنید، چون که خیلی قدرت درک این موضوع رو ندارن و نمیدونن که شما دارید برای سرگرمی رو پخش میکنید. صحبت بیش از حد در مورد این موضوع باعث آزارده خاطری خودم و از همه مهمتر خانوادم میشه. و در نهایت ممنون بابت همه دلگرمی و محبت‌هایی که نسبت به من داشتید. باز هم عذرخواهی میکنم اگه ذره‌ای باعث شدم که شما نگران بشید.